به نام خدا. من پیمان رجبی از سوابق تحصیلیم اگه بخوام بگم لیسانس مهندسی مکانیک دارم. سوابق کاری هم هولوش 25 ساله الان توی صنعت از خودروسازی شروع کردیم، بعد تو صنعت نیروگاه بودیم توی مپنا و الان هم که اینجا در خدمتتون هست. الان تو آوا جنرال فروشگاه پایا صنعت آوا نماینده شرکت فناوران تهویه پیام هستیم که پمپ‌های لئو، فن‌های زیلابگ و موتورهای بارلی رو، الکتروموتورهای بارلی رو ما میفروشیم. برای تمرکزمون بیشتر روی پمپ‌های لئو. از زمان تأسیس آوا جنرال که هولوش سال 97 بود است به اصطلاح شروع به کار کرد، ما داخل آوا جنرال مشغول به کار شدیم. قبل از آوا جنرال ما دیگه اون کارهای مپنا و توگا و اینا بودیم دیگه، توی شرکت‌های مثل ایران خودرو اینا کار میکردیم. بله تقریبا همینجاست. البته پایین هم یه مدت خیلی کمی، اولش چند سالی ما توی مثلا بر همین خیابون طاووس توی مجتمع قدیمی اینجا هم یه چند سالی فعالیت رو زمینه ابزار فروشی اینا داشتیم. فراد و فرود زیاد داشته دیگه. توی این 25 سال ما خب کارهای مختلف کردیم، کارهای پروژه‌ای من بیشتر انجام دادم، ولی الان به صورت متمرکز هولوش 7-8 سالی هستش که بیشتر هولو 8 سال تا 10 سالی که روی فروشگاه‌ها و حالا زمینه بازرگانی و فروش پمپ و کلاً بحث تهویه و تاسیسات کار میکنیم. ما بیشتر تو اینجا هدفمون به اصطلاح حل مسئله مراجعین هست. با فرایند حل مسئله میریم و بعد حالا یه تجهیزی داریم که اون تجهیز کمک میکنه باز برای اینکه مسئلهشون حل بشه. ما بیشتر خدمات داریم اینجا ارائه میدیم تا فروش تجهیزات. طبعا وقتی فروش تجهیزات میکنیم مراجعه کننده برای اون خرید اون تجهیز میاد، کمک میکنیم بهش برای اینکه اون مسئله اصلیش حل بشه. یعنی فقط دنبال فروش نیستیم. دیدگاه آوا جنرال، حالا اگه بخوایم به صورت کلی صحبت بکنیم، مثلا بحث طراحی اینجا طراحی به اصطلاح کاسب مآبانه نبوده، یه طراحی مبتنی بر نیازها و مسئولیت‌های اجتماعی بوده. مثل اینکه فضای سبز رو بیاری داخل این مجتمع با اون شرایط، خب طبعا یه متراژی رو داری از دست میدی، ولی برای اینکه اون مسئولیت‌های اجتماعی رو داشته باشی، فضای خوبی داشته باشی، ترجیح داده طراح، اون اصالت طراحیش ترجیح داده که فضای سبز رو بیاره، روند حرکت مشتری رو در نظر بگیره، فضاهای عمومی رو خیلی باز بگیره. توی فروشگاه هم همین جوری، توی تمام فروشگاه، نه فقط فروشگاه ما، به نظر من همه همین جوری هن. یعنی اومدن اون مسئولیتی که برای اجتماع دارن و به اصطلاح پاسخگو باشن، حل مسئله بکنن برای مردم و اینکه نه فقط یه جنسی رو بفروشن. اون خدمات و اون فروش آخرین مرحله است. ما اول اینجا کمک میکنیم به مردم تا مسئله هاشون حل بشه. ببینید من میخوام مسئله مشتری حل بشه، یعنی فقط بحث فروش نیست. خیلی جا الان شما ببینین توی سطح آوا جنرال هر کسی مسئله‌ای در رابطه با تهویه و تاسیسات داره، معمولاً میان پیش ما، به خاطر اینکه ما با حوصله شاید بهشون بگیم، شاید بعضی موقع 1 ساعت 1 ساعت و نیم هم وقت برای مشتری گذاشتیم، آخرش هم منجر به خرید نشده، شاید چون ما به اصطلاح هدف درستی برای اومدن داخل مجموعه ما نبوده براش، یه چیز دیگه ای می‌خواسته، ولی راهنماییش کردیم، کمکش کردیم و دانش و تجربهمون استفاده کردیم، چون به هر حال ما تخصصی تو این زمینه کار کردیم، کمک کردیم که به اون تصمیم بهتری که براش مفیده برسه، نه اینکه حتما یه جنسی رو حتما از مغازه ما ببره. میخوام این حس رو داشته باشه که آقا اینجا یه چیزی رو گرفته رفته، حالا لزوماً اون تجهیزی که ما میفروشیم نه، اون دانش و اطلاعاتی که از پیش ما میبره براش مفید باشه و بتونه استفاده بکنه و اون مسئله اصلی که الان به خاطر اون اومده تو بازار و داره میچرخه رو بتونه حل بکنه. ببین روزهای سخت اینجا زیاد داشتیم، میدونی مجموعه‌ای که تازه شروع میکنه به کار، به هر حال خیلی از مشکلات هست. البته میخوام بگم واقعا به اصطلاح اگه بخوام جانب انصاف رو بگیریم، یه مجموعه‌ایه که روش فکر شده. من به نظر من کم نظیره توی ایران که بیاد برای مشتری پارکینگ ببینه، برای مراجعه کننده فضاهای فرهنگی و رفاهی ببینه، مثل همین آمفی‌تئاتری که الان داخلش هستیم.
کم بوده توی مجموعه‌های فروشگاهی ما اینجوری بخوان تفکر داشته باشن. ولی خب رو بحث این که خب اینجا جا بیفته، همه جا همین جوریه، چون ما جز اولین فروشگاهایی بودیم که حتی قبل از اینکه افتتاحیه انجام بشه ما اینجا تأسیس بودیم. بعداً افتتاحیه انجام شد و هنوزم دربای اصلی مثلا سعدی بسته بود ولی مغازه ما باز بود، فروشگاه ما باز بود و خدمات میدن. ما روزای سختمون این بود که خب هیچ مشتری نداشتیم و شاید بگم ماها ما مراجعه کننده‌ای نداشتیم تا سایتمون رو درست کنیم، تا کارهای دیگه بکنیم، تا ما رو بشناسن، تبلیغات محیطی بکنیم. یه مقدار سخت گذشت بهمون، ولی خب الان تو این چند سال اخیر الحمدلله خوب بوده، با حالا کارهایی که خود مجموعه هم داره کمک میکنه و به اصطلاح وقت میذاره برای توسعه بازار، برای بازاریابی، برای اینکه بتونه خودشو معرفی بکنه توی سطح حالا حداقل شهر تهران داره کار میکنه. الحمدلله خوب بوده، توی یک چند ساله فرایند بهتر شده. حالا چالش سخت که من سخت‌ترین چالشی که داشتم، ما توی ایران خودرو یه بحث به اصطلاح خط رنگ ایران خودرو ما یه فضایی داشتیم که سوخت، آتیش گرفت. سال فکر کنم 79 بود یه آتش سوزی سختی توی ایران خودرو. سالن رنگ بود، کل سالن رنگی یکمون از بین رفت، دستگاه‌های سمستمون از بین رفت و من اونجا روز تقریبا آخر کاری بود، بچه‌ها داشتن میرفتن، منم لباسمو پوشیده بودم داشتم میرفتم، گفتن سالن آتیش گرفته. من رفتم به سمت سالن، بچه‌ها فرار میکردن از سالن، به من میگفتن بیا بیرون. من رفتم دیدم دستگاه‌ها داره میسوزه و لنس آتش نشانی ورشتم شروع کردم به آب پاشیدن که به دستگاه‌ها نرسه. برق سالن قطع شد و به ناگهان یه دفعه آبم قطع شد و آتیش رسید به دستگاه. اون سخت‌ترین زمانی بود که من میتونم بگم تو طول عمرم داشتم، چون به شدت اون دستگاه برای تولید مهم بود و خیلی سخت گذشت بهم. بعداً حالا تحلیل کردن که آقا چی بوده و مشکل چی بوده. بحث این بود که حالا برق این پمپای آتش نشانی رو از برق سالن گرفته بودن و این کار غلطی بود، باید یه مسیر جدایی برای این پمپ‌ها انتخاب می‌کردن که ما بتونیم همزمان آتش رو خاموش بکنیم علیرغم اینکه برق سالن قطع میشه. میتونم بگم یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیم بود. دست و پام می‌لرزید زمانی که به اصطلاح آتیش اومد رسید به دستگاه‌ها. دیگه ناامید شدم و اصلا لنس رو انداختم و رفتم دیگه، چون کاری دیگه نمیشد کرد. ببینید توی زندگی آدم خب فراز و نشیب زیاد داره دیگه. ما دنبال مغازه و فروشگاه بودیم، مثلا چون از اقوامم اینجا بودن و کار میکردن، خودشون خرید کرده بودن، به ما گفتن آقا این میتونه آینده خوبی داشته باشه. اومدم طرحو دیدم، کانسپت رو دیدم، پسندیدم و خرید کردیم. آوا جنرال یه محیط امن برای کاسبی، برای اینکه شما نون حلال در بیاری، برای اینکه من دیدگاهم اینا آدمایی که میان اینجا، حالا همکارایی که ما داریم همشون یه سطح میشه گفت از بازار بالاترن. بازار حالا مقایسه‌ای نکنیم با سطح جامعه. به نظر من آدمایی هستن که همدیگه رو درک میکنن، به همدیگه به اصطلاح کمک میکنن تو این فرایند. خیلیا تو کار همدیگه نمیرن و محیط به نظر من محیط خوبیه و سعی میکنن رعایت بکنن همدیگه رو برای اینکه یه به اصطلاح مجموعه خوبی داشته باشیم. من احساس آرامش دارم توی اینجا دارم کار میکنم، یه واقعیتی. والا مسیر سختی بود، میدونید توی این 25 سالی که ما این مسیر، من خودم این مسیر رو طی کردم، خب آدم همش داره تصمیم میگیره. شرایط اجتماعی جامعه، شرایط کشورم شرایط خوبی نبوده دیگه. یعنی شما روند و مینی فراز و فرود زیاد داشتیم، ولی در مجموع حالا تلاش زیاد کردیم، به نوعی به قول بچهای کف بازار کفش پاره کردیم، ولی خب در مجموع راضییم، یعنی بد نیست. مسیر پرزحمتی بود ولی بود دیگه. حالا شرایط اجتماعی کشور به آدم کمک نمیکنه که آدم تجربه کنه، اشتباه کنه. هر اشتباهی تاوان سنگینی داره
و جامعه بهت کمک نمیکنه، شرایط کشور بهت کمک نمیکنه که تو تجربه کنی و از این تجربه درس بگیری و بیای. نه، میشه گفت شاید اولین اشتباهت میتونه آخرین اشتباهت باشه، چون انقدر شرایط اجتماعی، بحث تورم، بحث گرونی، چیزای دیگه انقدر زیاده که بذارین یه خاطره براتون بگم. من حالا با سختی زیاد اینا یه کار ساخت و سازی رو شروع کرده بودم و تجربه رو ساخت و ساز داشتم. من یه خونه‌ای تو سعادت آباد داشتم، فروختم. اصلا بنا نبود من وارد بیزینس به این شکل بشم و آقای ترامپ یه قطعنامه رو پاره کرد. ما موندیم و یه پولی دستمون و یه تورمی که سرسام‌آور داشت بالا میرفت و اگه اینجا رو نمیگرفتم شاید دیگه هیچ موقع این پول زنده نمیشد. میخوام بهتون بگم خیلی آدم، یعنی اصلا اون کار بیزینس ساخت و سازمو که گذاشتم کنار به خاطر اینکه هیچ کس فروشی نمیکرد، همه خریدار بودن تازه و سعی میکردن اصلا جنسای بنجلشون رو بفروشن تو این بازار بعد و مجبور شدیم که مثلا یه درس شدیدی به ما داد، تنبیهمون کردین آقای ترامپ که آقا ما شرایط اجتماعی رو، شرایط بازار جهانی رو، اینا رو بسنجیم بعد اقدام بکنیم. یعنی اینجوری نیستش که تو یه فکر مثلا چیز داشته باشی، اقتصادی داشته باشی و جدای از این که آقا سیاست چه میگذره بیای اون کار رو انجام بدی. واقعا اذیت میشی. مسیر سختی بود ولی تنهایی باید این مسیر رو طی کنی دیگه، چون حمایتی به اون صورت نیست، اشتباهی نمیتونی بکنی، کسی به اصطلاح اصلا به تو کاری نداره اگه ضرر بکنی و اگه حمایتی نمیشه. اینجوری میخوام بهتون بگم، روی سخت جامعه رو میچشی و میای بالا دیگه.